پیرانی آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی با پیرانی آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی بیا مونده نباشی کجا مونده نباشی ای جان مونده نباشی خوش آمدی بشین که تو را سیر ببینم خوش آمدی بشین که تو را سیر ببینم غمجوی من تا باقی سبا باشی نباشی باز آمدی ای دلبر من مونده نباشی به تو نمیگم مونده نباشی این عقل کمال اگه داشته باشه وقتی که آدم بلوش چارج میشه با چلی دست خود بسید اگه عقل کمال دیشته بشی یک نفر دست خود دراز میکنه میگه سلام علیکم جواب میگه هم بدی خب با حالت چارج نمیدونی که باید چارج میشه تفکیره تو چرکره گپ بیدارم بگذار قبله یک نکبر چرکیره خب میده گسته که چی میگم خب اگه پاهم گوش کش خوبه من برار تو رو من کی گفتم تو پیار میری کی گفتم تو بچه بیگونه ای من 10 سال از تو خودترم 10 سال نگو که مرغ ما یک رنگ داره خیرات مایم برو جمعه سر بگو خود من گوش میگم مال بابا که بگو خاله شما چی اگه برو این بگو سیاه سینه تو رو بگیره خیلی خوشیست چی؟ بفهمیدی؟ نگو که مرغ ما یک رنگ داره علی دختر و مشاگو رو به یک رنگ میدن درسته که بیوه خب خیلی که دوتا بچه داره بچه ها میگردنه به بی هوش میکنه داره که دیگه باید دختر و مشاگو لباس تو گیله و حرف بکو یک لک ها خدا تو خیر بده روزی دیگی بده خیرات بچه همسایه شما بگیلن خب چی ما؟ بیامد گفت اگه همه بشکا خوره میکنم به دست را شما نه دست را شما سیکل ما نمیدیم گفتم ما نمیدیم خیلی اینا با مو فوق مخته شدن بفهمیدی؟ برو گناه داره اگه میامده و برو همین نمیدیم سیکل خب به چی میگفتم حالا بزید؟ ما شما نبودم دست رو میگه شیشتی نبیدی؟ گیلن نکویده کارا با یاز خدا نکویده کارا همین چه خاله مانه صبر کن خب تو هم که مثل من متعیلی چری رو نمیستونی؟ حالا ما وقت زن من نیه که ما وقتی نیه که ما زن کنه ماله از من دوره بکی دیگر بخون نفهمیدی چی گفتی وقت زن منیه یعنی من زن مایم وقتی نیه یعنی حالا وقت نیه که ما زن کنم باید ما کلمتره منم تو چیزه 11 سال بخونه شوی خوبی دیگه خود کی پیدا میشه که دختر خود تو بده چرا پیدا نمیشه؟ دیگه کی گیل دختر خوربتون میده حالا از تو کسی نیه بپرسه که این چی کاره بودی؟ من بیاوردم همین بیام خودی من بیام خب ها گیله مادر ما گفتم که برو دست برو که بشکا خور میگه رو نیه که بیام نه حالی من بفهمیدی تا بچه هم دارم و نگه بپرسن که این مادر کجا برد چه کار بشد خاله چرا بیامدیم از سرامو چه کار بکنم خواهد دیگه مونده شدم و مزرگاه خب یه که میامدیم خودی من میخستیم میامدیم نمیدونم که من یک کیر را رفتن نمیتونم به زمین میخورم چشمام مواقع نمیبینه اینجا شیشته چرا نه نون که میخوریم دستا شما میلرزه خب چه کار کنم پیر شدم من خب بفرمایید جناب ولی بگیم و هر بکو من برار تونم فایده توره اگر جا دیگه هم کس دختر کنم تو بده چال پایله بیته میسونه من کجا بیاره چال پایله خب راست میگه نه زید نکن دیگه مال من تو خودی خالیت هم گفت شدم خالیت هم رزیه میگه خوب مردمی هم مردم خوبی هم دختر خوبی دیار دیگه نگو مرگم یک لینگ داره دیگه هر چی میگه میچی گپ خودی نه بابا مرغ ما یک لنگ داره مرغ ما یک لنگ داره نه دیگه ما توان نداریم به کجا بریم به خود بده ما عباس بده این خورده نه بس گیلک بسی برای مادر ما تو کار دارم وقتی مادر ما گفتم برو خود گیلک بیا چی کار؟ سکو تو کار دارم تو وقتی بریم برو سکو خالی تو هر چی بکو میگه هم مدرمانه گپ میگه خوبه تو خیلی برفه نانه کاغذ بادا بیار نانه بیار چرخ کاغذ بادا بیار چند تویه نه سر به سر خدا چی رفت داره تو بگه برفه نانه کن نانه فرد هر بکو تو نمی
همی دختر و شاگل بست خیلی که ببین یک پول نیستن بیاد نه حالی نه تو نمی خود دوا خود خودم رو شاگل نمی نه بخول نمی نه دیگه به من نگه به جای من نوجوانم هیچ دیگه به در نمیشه خودت جوانی خودت جوان موندی نوجوانم من نوجوانم نه جوانی برم خاله برو راستی بگو تکره برو خدا خوب بگو دادی تو بدم ماما چیکار میشه نامه گلک گپ مفت نه نشد اون خوردم و چند سال تو نیه وقتی برو سکو خاله چی میگه بابا اجده گفت دوره بر اجده دوره بر اجده خب وقتی تو برو سکو خاله تو چی میگه وقتی یاد نه نگاه چی میگم خاله ما من گم نده بابا که من بستون اصلا از اخلاق ما مشاغل خان بد میاره از این دختر ما شاگل تیر شده که یک دختر کو بتونه بله آقا تو میدم نه کنم نمیشته کنم کلشون چه کلشون من باخو میدی نه خامو کردن میخواد لب نخوره چه تی تو دمی برو جلب شو جدی با بیایی بردار ناری نه من میستور همین گیلک نفهمیدم تا درس پیش میت خوش نبود میت خوشحال نبود هنه حالی ماشین چیت شدم هر چی میگم مرغ ما یک نه ما و شما یک دوست داریم هزار تا دشمن من چی میخوام باز سر از یکی بلا کرده هر کس بازی گفتی سند از این بالایی روش کنید نستون یعنی حالا که اونو بحث نکرده چیکار میکنم خیلی چیکار میشه خب چکار کنم خودت چیکار کنم تو بگو میشه گربه زنو میخوردیه بگذار نه نمیستان درس میته بمونه بسی بونیم کجیر جان خوبی بخیر جان چطوره چی گفت یار هستی خیلی خیریاته شکر فضل خدا سلام علیکم ماما مندمی دیار خوشحال خیریات جان جوری مامان نمیدم شکر فضل خدا مامان نمیدم نمیدم واه سایه مانه باره ما تو میکلا ناشتی شکر نه گلا چی کجی قرارم مگاریم یا خدماتی بنو بکنی امی تستاده بگم تو یا بشینم بگم همه خوب بگیر نلونی دیو سایکو کجی جو امی یا خدماتی که بریم بگو جوان خوب امی گلا کاسته این خسرونه به می دختر ماما شاگور فهمیدی انوال اگر کاری بکنی کمی گیلک از این دختر مشاغل منصرف شه بگم مید نمام بفهمیدی هر چی مثل بشی به تو میگم چی میگی؟ هر چی مثل بشی بگم به تو میدم میگی؟ میفهمی که نورالله مرغی یک لنگ داره بفهمیدی دستلافر هم به تو میدم فقط تو به من خبر خوشی بیار حق خور بگی جوان دستلافی بدید چی دستلافه بدم میگی مرغ ما یک لنگ داره مرغ ما هم کوکو یک لنگ داره مرغ ما اصلا لنگ نداره به من دستلافی بدید که من برو چی نورالله تعالی به تو دروغ گفته شما نورالله دانم من باشه یه آدمی به سال عبدالشون خوب است که هر دامی به یک خوی و به یک خوی آنی بابا ساعت موت می شاید تا کسی تو باشه نه کلیا در خوری شما در دم نمیخوره به کلیا شما ما چکار کنم برو خبری به من بیار که من برای تو میتو پولا نقده بدم یا این کاری کنو گلک میشه فقط کاری بکن که گلک پشیمون شه که این خیس خسرونی خیسی نورالله بکنه فهمیدی اگه من میت گلک پشیمون نکردم این تنیه تو خشت لد پیدا که بخوره یاد نره گردنم بند بشه اسم خور میگه سگو کجی جو از من مرغ ما یک لنگ داره باید من مو آدم بستانم مرغ ما که یک لنگ داره من گلک شما پشیمون نکردو اصلا مرغا و لنگای مشکل داد خلاصه برو تام شیرینی خورم تا نقد با بیاد نبگی یا گردنم بند وقتا بند شما بگی دیگه من طالب با تو دروغ گفته بدم هر چی مثل بشی میدم همون شاگل شنی جانجان خوبی کیاری سلامتی شکر الحمدلله زنده باشی خوب بس میگم رفیق چکا کردی چی میشه آخه انتا مارم تو بگدشتی و برفتی یعنی ما شاگل میفهمی کم چیه بچه می فقط در دی پا خواهم یک پیش بده که اصلا من دختر ما شاگل نمو سلام علیکم نه باشی و علیکم نه عثمان شده دیار خیره ما شاگل اشتنه دیار خیره میگم مرغ من یک لنگ داره اصلا من دختر ما شاگل نمو من چه کار کن کی میگم ماما
ای گیلک بچه رو گیلک و چی شما؟ آه. یعنی پشیمونه؟ پیشایمونو میگن نمو راه پشیمونی رو ما به شما بگو که چیه؟ چیه؟ سر شما شاخ بین اون مرغ از یک لنگ نداره اون مجبور کردن که بگه مرغ ما یک لنگ داره چی مجبور کرده بود؟ نورالله کجیر براد من طول وعده کرده اپیش کجیر رفته تا خود کجیر براد من طول وعده کرده که تو برو به گیلک بگو که تو دختر اثر را دختر ماما شاگل بخی بگو مرغ ما یک لنگ داره من دختر ماما شاگل نمو نورالله ما دختر ماما شاگل به خود خوبستونه که گیلک دل رفت کجیر براد ما گفتن ولی کجیر براد تو گیلک یاد داده کجیر براد ما به گیلک یاد داده که او به درد تو نمیخوره او چون از تو کلونتره او چون او گندیه کله پخ چیه خوب شما یک کاری بکنیم ماما خوب که مرغ شما یک لنگ داشته باشه دختر ماما شاگل بستونه به بچه خوب